تو هیچ رقیبی به جز خودت نداری. یه عکس معروف المپیک 2 شناگرن، یه شناگر فقط مسیر رو به رو داره نگاه میکنه و نفر اول داره میشه. شناگر دوم اشتباهش چیه؟ داره به شناگر اول نگاه میکنه، روی هدف خودش تمرکز نداشته. اون کسی که اول میشه کلش تو مسیر خودشه، فقط به رو نگاه میکنه، هیچ چیزی براش تو اطراف مهم نیست، فقط رقیبش خودشه و اول میشه. نفر دوم چرا دوم شد؟ چون داره به یکی دیگه نگاه میکنه، یکی دیگر رو رقیب خودش میدونه. هیچ رقیبی نداری به جز اون کسی که تو هست. هیچ رقیبی به جز اون نداری. اونه که گولت میزنه، تنبلی میکنی، آخر شبا میگه خستم، 2 ساعت درستو میپیچونی. اون کیه؟ اون خودتی توی آینه. و میدونید کی موفق میشی؟ وقتی تو گندترین و لجنترین و کثافت‌ترین شرایط به تنبلیت غلبه میکنی. وقتی خوابت میاد، وقتی حالت از زندگیت داره به هم میخوره، وقتی میگی واقعا من نای ادامه دادن ندارم و ادامه میدی تلاش میکنی، نظمت رو نگه میداری، اون موقع است که برنده.